اوضاع پاکستان وخیم است. درگیری ها در این کشور شدت گرفته و حتی صحبت از کودتای نظامی در میان است. واشنگتن پست اما به اسلام آباد هشدار می‌دهد که افغانستان تغییر کرده و دیورند را هم به عنوان مرز قبول ندارد. این در حالی است که مذاکرات سخت بین کابل و اسلام آباد در ترکیه جریان دارد. بینندگان افغانستان 1400 در سراسر جهان سلام. من احمد رشاد ظریف هستم و برای این بحث روح الله هوتک آگاه و فعال سیاسی همراه من هستند. تشکر هوتک سپس حضورتان. اوضاع کشور همسایه از دید شما چگونه قابل ارزیابی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ظریف صاحب سلام به شما و از طریق شما به همکاران تکنیکی تان و بینندگان محترم برنامه 1400 در سراسر افغانستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما پاکستان و جغرافی پاکستان حدوداً در 20 سالی که گذشته و در این بخش مطالعه کردیم، حتما دیدیم وضعیت اجتماعی اونها تقریبا به سطح صوبایی که وجود داره با تنش‌ها و مشکلات فراوان روبرو هستند. اکثر مردم ها انزجار از اقتصاد دارند و رکود اقتصادی کماکان به شکل اعظمی اونها بالای مردم پاکستان تحمیل میشن و به یک نوع اسبا انداختن کمر شکن شده. در کنار اونها به صورت کلی پاکستان یا محدوده که به نام پاکستانیت می شود با انرژی، نبودن انرژی دست پنجه نرم می کند و یکی از نیازهای مهم بخشایی هستند که به پای سر شدن نمیتونند. ثبات سیاسی را به صورت کل از دست دادن و به یک نوع واضح هستند که پاکستان در 4 صدراعظمایی که خلع شدن یا بندی شدن یا فراری شدن از کشور کشیده شدن و یا هم به یک نوع کشته شده. در حالی اونها اگر ببینیم که در مقابل رژیم مسلح پاکستان به صورت کلی یک مقاومت نظامی برای انداخته شده به خاطر اونمو نابسامانی هایی که یا با اونمو کارکردهایی که در مقابل مردم خود جبر کردن، جفا کردن، اهل خبره اونها را کشتن، زندانی کردن، بردن، در مقابل اونها ایستادگی کردن، حقوق اونها را نمیدن. در حالی اونها شما میبینید که بخش رژیمی که بالای مردم و ملت پاکستان مسلط هستند هیچ تن نمیتن به خواسته های مردم پاکستان. حکومت ملکی اونها در گرو نظامیایشان هست و نظامیایشان هم در گرو بخشای استخباراتی اونها و این تمام دست با هم یکی کردن. سابق اگر فکر کنیم ببینیم که بلوچ ها به خاطر استقلالیتش مبارزه میکردند، حال PTM بنای پشتونان در مقابل حکومت و نظام اونها قد علم کردن، آزادی خود میخواین و TTP هم از طرف دیگه از جمله گروهی هستن یا جمله یک قوتی بگویم یا یک طرفی بگویم که در مقابل نظام پاکستان، در جغرافیای پاکستان، در عمق پاکستان دست به اسلحه بردن و خواهان جدی حکومتان هست. درست. اوتک سبال گزارش‌های تازه‌ای که ما داریم نشان میده که درگیری ها هم در وزیرستان شمالی در نزدیکای مرز افغانستان هم کماکان با هند هم درگیری‌های مرزیشان دوباره شروع شده و کلا وضعیت امنیتیشان خراب است. به کدام سمت میره پاکستان؟ این وضعیت ادامهش چی میشه؟ خب ما می آمدیم به یه طرف که ما گفتم تنها بحث نظامی ها رو یادآوری کردیم. ما گفتم که همسایه های پاکستان هم از اینا روزی خوش ندارن. با هندوستان درگیر هستند، با ایران درگیر هستند، با بنگلادش تنش‌های جدی دارند، با افغانستان هم تازه تر شده. در حالی اونها در 4 صوبه اونها یک صوبه هستند که حکومتداری میکنن و اونم حکومت فدرالی که نوع تعریف کردن که یک توازن صوبایی در رابطه به قدرت، در رابطه به کارکرد در پاکستان وجود داشته باشه و تقریبا از بین رفته و هرگز وجود نداره. ما مطمئن هستیم که یک دفعه خب 4 پارچه تقسیم شده که صوبایی هستن. هر صوبه اونها به یک نوع خود ارادیت خود دارن و انزجار از صوبه پنجاب دارن. صوبه پنجاب هم تمام کان و کاست
تمام جغرافیا را جمع کردن به خود پنجاب. اگر از فابریکا یاد بکنیم یا از تنوع یاد بکنیم یا از نوعیت سیاست یاد بکنیم، قدرت یاد بکنیم، این تقریبا تمامشان به پنجاب برمیگرده و پنجاب است که در دست یک حلقه است و حلقه است که در دست نیابت قدرت‌های بزرگ خصوصا آمریکایی‌ها هستند. از خاطر اونها اینا را استفاده میکنند. و همین خاطر است که ملتشان رو گشتاندند، منطقه اسمشان رو گشتاندند و در کنار اونها همسایه‌های اونها را هم به دیده یک کشور با اعتماد یا یک نظام با اعتماد یا یک سیاست یک پالو اونها را نمیبینند و واقع بینانه ای هستند که پاکستان روز بدی دارند، روز بد اجتماعی دارند، روز بد سیاسی دارند، روز بد اقتصادی دارند و در حالی اونها با یک درگیری فوق العاده داخلی روبرو هستند. ممکن است که هر چیزی که بخواین مورد توقع هست و حتی کودتای نظامی هم مورد توقع است. چیزی که یکی از سیاستمداران امارات که دیروز مطرح کرد، گفت که پاکستان با یک کودتای نظامی روبروست، امکان داره برای پنجمین بار یک چنین تحولی در ساختار دولتش در راه باشه. خب واضح هست یک ملتی که از طرف حکومت به انزجار باشه، یک حکومتی که یا یک نظامی که پشتیبانی ملت نداشته باشه، یک ملتی که خود نظام یا او حلقه یا رژیم خود دهشتگرد خطاب میکنه و برش میگه که در پشت سر دریشی خاکستری شما دهشتگردی وجود دارد، یعنی ملت با ایشان نباشد. یک نظامی که در جغرافیای اونها نیابت کسای دیگه بکنن، احزاب سیاسی در مقابل اونها با یک قاتلی که در تمام جهان جنگ بران انداختن به یک نوع حراستگری میکنن، برای اونها جایزه نوبل پیشنهاد میکنن، رئیس جمهور پاکستان رو یادآوری میکنه. بله. با تو یک زمانه که ملت هم قانی ندارن، فکر کنیم اون نظام بقا ندارن و میشه که پای خود محکم استوار باشن، همیشه در لرزان خواهد بودن و دوری نیست که یا به رویه سیاسی یا به رویه ضعف اقتصادی یا به رویه نظامی این قدرت ها و یا این ثبات هم از دست بدن. درست. تو تکس درگیری هایی که تازه جریان داره هم ارتش پاکستان، آقای چودری سخنگوی ارتش رژیم پاکستان میگه که امی کسایی که حالا حملات را تازه انجام دادن هم از خاک افغانستان وارد شدن، همچنان اتهاماتش را وارد میکنه در صورتی که مذاکراتشان با افغانستان در ترکیه جریان داره. خب اینا تهمت میکنن، به یک نوع میخوان افغانستان و یا افغانستان به این ملامت بکنن، به یک نوع منطقه را فریب بتن و یا هم اذهان مردم خود اونها را منحرف بسازن، در حالی که مردم پاکستان میدانند که چی به سر مردم افغانستان از طرف پاکستان نشد، نه از نگاه معلومات استخباراتی در 20 سال اشغال، نه هم در بخش اکمالات نظامی از خاک پاکستان و نه هم از نگاه که الان جغرافیا را در اختیار کشورهای ابرقدرت اروپایی و امریکا دارند که منطقه را تهدید میکنن، نه تنها افغانستان بلکه منطقه را تهدید میکنن. درست. میبینید که سخنگوی امارت اسلامی افغانستان به صراحت گفت که لانه های تروریسم در پاکستان دارن سپورت میشن، برای اونها امکانات داده میشوند تا که منطقه را ناامن بکنن. در روسیه کدام انفجاری که صورت گرفت تبع تاجیکستانیا بودن و از پاکستان سرمنشأ گرفته بودن. در ایران همچنان در چندین حملات تروریستی داعش در داخل خاک افغانستان منشأشان از پاکستان بودن و در حال اکنون هم کسایی که دستگیر شدن، شما تشکر جناب اوتک و رسانه‌ها را دیدین که از پاکستان لینک دیده بودن. پس این کشور به خاطر انحراف اذهان مردم و پشت کردن ناکامی هایی که خودش وجود داشته با خودش بوده، میخوایم که یک تهمت بزنن با یک کشوری که تازه با پای ایستاد شده. بسیار تشکر. اما بیننده‌های عزیز وقفه کوتاه میگیریم و باز برمیگردیم. ادامه بحث. آقای اوتک، به مشکل افغانستان و پاکستان باز میگردیم، ولی یک نگاهی داشته باشیم به مشکل پاکستان و هند. تازه امروز گزارش‌های وجود داره که یک درگیری در مرز هند و
پاکستان اتفاق افتاده که گویا 3-4 تن کشته و چندین تن زخمی بین دو طرف مرزبانا دیده میشه. حالا که دیری نمیگذره از جنگ هوایی دو کشور، اوضاع دو کشور چگونه است؟ امکان جنگ پاکستان و هند هم میره؟ من میگم همین دیگی که سیاه باشه، هر کسی که نزدیک شو سیاهش میکنه. اما معنی نمی که پاکستان از هر طرف هم گلالود است. هر کسی که در این طرفایش میگردن برای اونا دیگه صدمه حتما میرسانند. حالا فکر کنیم در منجلاق بزرگ فروپاشی قرار دارن، هر طرف است که دست میندازن سلاح برده واری با افغانستان تهمت میکنن، بنگلادیش مشکل ایجاد میکنن، با هندوستان هم به یک نوی میخواین که خود قوی نشان بدن، با ایران هم درگیری های مرزی به هر صورتش، حتی بینمی که برای اونها بلوچ ها را و یک نوی در داخل ایران داعش به خاطر کسب منافع و یا تطبیق منافع امریکا تربیت میکنن و اینا کسایی هستند که همیشه شر به وجود آوردن. فکر کنیم که دیگه وقتش رسیده که یگانه ریشه نیابت غربی ها را که این منطقه را به آتش گرفته بودن و خصوصا افغانستان در 20 سال و چینایا را به خاطر توسعه اقتصادی در 20 سال، همچنان روسیه را، آسیای مرکزی را به خاطر منجمد کردن به صورت کلی منابع اونها که بازار نداشتن، ایران کوبیدن، خاور میانه را به او اندازه زیر فشار گرفتن. پس هم یک لانه بگوییم یا یک ریشه بگوییم که به نیابت غربی ها دیگه وجود داره. فکر کنیم که اونا هم دل سرد هستن از اینیا که دیگه حمایتش بکنن، نمیخواین که میلیاردها دلار دیگه برش بتن. با یک نوی از یک طرف و دیگه طرفش منزوی تر میکنه، هم از داخل پاشیده شده و هم از بیرون بالایشان فشارهای واضح وجود داره. یا به هر دیپلماسی که پیش میرن هیچ چیزی کرده نمیتونن، هیچ پیمانهایشان به درد نمیخورن. اگر با سعودی عربستان هم پیمان دفاعی را امضا کردن ولیکن که با افغانستان درگیر شدن، اونا برش گفتن که دیگه شما به جایتان بشینید. و فکر کنیم که در منطقه حالت دیگرگونی هست و دیگرگونی بودنش اینا هر چی که تلاش بکنن این سنگی نیستن که صدرای پیشرفت های افغانستان شود و پالیسی ها و یا سیاست های بزرگی که در حال تطبیق در منطقه است جلوی اونها را گرفته بتانند. پس همین است که پاکستان که به حد خود با او اندازه قابل حراس و تشویش باشند که زور هندوستان و افغانستان و منطقه بالایش نرسد. درست. و تاکس بریم به مذاکرات ترکیه که سومین روز به سختی گفتگوها ادامه داره بین دو طرف. بعضی رسانه ها مثلا رویترز و جیو نیوز پاکستان اینا گفتن که یک سری اختلافات پیدا شده در مذاکرات و دو طرف در بعضی از موارد به توافق نرسیدن که حالا تا شام مشخص خواهد شد که نتیجه اینا چی میشه. از اون طرف خواجه آصف دی 2 روز گذشته هشدار داد که اگر مذاکرات نتیجه نده ما عملا و مستقیما وارد جنگ با افغانستان میشیم. چشم انداز مذاکرات چی است؟ خب یک چیزی هستم که ما همیشه از طریق رسانه شما و از طرف مردم و از طرف بخشای دیگه که داشتیم میبینیم که دور دومی مذاکرات میان مقامات امارات اسلامی افغانستان و پاکستان در استانبول ترکیه آغاز شد و واضح است که امارات اسلامی افغانستان کمر بسته به طرف ترکیه رفتن و خواهانی هستند که محورهای اصلی مذاکرات را برای بندازن. اولی است که اجرای پایدار آتش بس باید یقینی باشه و ایجاد مکانیزم نظارتی ملموس و قابل راستازمایی برای جلوگیری از حملات فرامرزی پاکستان در توقف فعالیت‌های که وجود دارن یا کردن یا برای انداختن اینها را تضمین بگیرن که بار دیگر تکرار نکنن. و مبارزه با تروریسم یک چیزی هستن که ما خواهانش هستیم، قسمی که یادآوری کردیم که سران داعش در پاکستان وجود دارن یا بسپارن و یا از خاکشان بیرون بکشن و اقدام فوریشان هستیم. در پالی اونها مسائل اقتصادی و انسانی که موانع را در بخش تجارت و در بخش مهاجرین برای انداختن، یعنی تسهیل ترانزیت کالاها
ایران نیاز داریم و واضح است که در موسم‌هایی که وجود دارند باید دروازه ها بسته نشود و حل مشکلات مهاجران افغان هم در پاکستان اینا چیزی هستند که مردم افغانستان و سیاسیون افغانستان می رنجانند. با همین اساس همکاری منطقوی هم یک بحث اصلی هستند که بر سر صلح پایدار در سطح منطقه با تمرکز به نقش ترکیه به عنوان میانجی، همچنین قطر باید سه جانبه در این بحث یک تضمینی به راه انداخته شود تا که اینا همکاری بکنن، همیشه مشکلات ایجاد کردن. امید ما است که کاهش تنش فوری که در دوحه بار اول تایید شد برای اونها یک مکانیزم عملی ساخته شود و یک کمیته مشترک نظارتی برای راستازمایی تعهدات که می تواند حملات مرزی را کاهش دهد و اعتماد سازی بکند، این یک الگوی برای همکاری های منطقوی ثابت شده می تواند و دیگر هم تاثیر مثبت بر مردم دارند. ما دیدیم که وقتی که آوارگان از طرف پاکستان به طرف افغانستان می خصوصا مهاجرین و یا ما در داخل بعد از جنگ ها داشتیم، اینا سراسیمه هستند و وقتی که این تاثیر پس بر نگردانیم و توافق صورت نگیره، وضعیت در دو طرف خط پرزی متشنج‌تر خواهد شد. درست. ما نگرانی سیگانه داریم. واضح هست که امارت اسلامی افغانستان هم این شریک کرده و بازم به عنوان یک شهروند افغانستان به سرانی که در مذاکره هستند یادآوری میکنیم که پاکستان امارت اسلامی را به رفتار به یک نوع ضد پاکستانی متهم میکند که و هشدار میتن که مذاکرات که اگر بی نتیجه بمانند جنگ اشکار اعلان کردن و یا اعلان خواهد کردن. این اظهارات فکر کنیم که مذاکرات را متشنج‌تر کرده میتواند و نشان دهنده فشار داخلی در پاکستان برای اقدام نظامی هست و این یک بی‌اعتمادی عمیقی را به وجود آوردن و ما خواستار هستیم که امارت اسلامی افغانستان با احتیاط قدم خود آوردارند. درست. مسئله دوم عدم شفافیت است. در این فقط دو کلمه کوتاه. عدم شفافیت تا هیچ توافق رسمی اعلان نشده و منابع افغان هشدار دادند که رسانه های پاکستان ممکن که شایعات پخش بکنند، قسمی که شما اشاره کردین، مکانیزم نظارتی ایجاد نشود، آتش بس می تواند شکننده باشد. در این صورت ما هر شایعاتی که وجود دارد در رابطه به نتیجه، قسمی که ذبیح الله مجاهد صاحب یادآوری کردند که به روز 30 این مذاکرات رفتن و تا یک نتیجه ملموسی نیست. ما واضح هست که ریشه های تاریخی اختلافات سر خط دوران داریم. حکومت‌های متقابل در همین بین صحبتتان یک پرانتز باز میکنم متکسب. واشنگتن پست که یک رسانه معتبر و معروف آمریکایی است، در یک مقاله گزارشی جدیدش به پاکستان هشدار داده و گفته که پاکستان باید بفهمه که افغانستان تغییر کرده یک و دیورند را مرز قبول نداره و این مسئله تاریخی که بین هند بریتانیایی و افغانستان تعیین شده بود دیگه امکان داره از طرف افغانستان مورد پذیرش نباشه. به چی معنا است که واشنگتن پست این مسئله را برجسته میکنه؟ جناب زریر صاحب، گپی واشنگتن پست نیست. ما تو از زمین افغانستان هستیم، ما تو در افغانستان زندگی میکنیم. برای ما شما، برای ما و خودت، برای مردم افغانستان، به بینندگان افغانستان برنامه افغانستان 400 واضح و مشخص است که دیورند یک خد قبول شدنی نیست و قبول هم نمیکنیم. هیچ نظامی که در افغانستان با هر چی پروپاشی که وجود داشته و یا بوده این خط فرضی دیورند قبول نکرده به عنوان سرحد رسمی. حالی واشنگتن پست که صحبت ها میکنن اموی زمهای هستند که در میتن. ما میگیم این فیصله را ملت میکنه، حکومت کردن نمیتونه و نه در دوحه و نه در استانبول حل شدنی است این مسئله. ما واضح یادآوری میکردیم، شما این بحث یادآوری کردین در رابطه با دیورند. ما گفتم ریشه های تاریخی اختلاف بر سر خط دیورند است که با افغانستان به رسمیت اونا را نمیشناسند. حکومت‌های متقابل از گروه‌های مسلح اونا میگن که همین بودها را میگیم که وجود دارویی است که ما میگیم که داعش از طرف پاکستان ثبات منطقه و ثبات افغانستان متضرر میکنن، برای اونها صدمه میرسانن، ناامن میسازد.
باید از پاکستان کشیده شود. اونا میگن که TTP از شما هستن. ما به TTP تعریف داریم که اونا مردم شما هستن، حق اونا را خوردین. اونا مبارزه حق و باطل دعوا نکردن، گفتن که شما هر حسابگنی کردین و در پالوی اونها ما را به یک نوع از جغرافیا و از منافع خود برچیدین. به همین عنوان است که مذاکرات به یک نوع پیچیده میکنند. واضح میگیم که این میشه که به یک شکست مواجه شوند. در اون صورت ما آماده هستیم، یعنی نظام امارت اسلامی افغانستان و مردمی افغانستان به خاطر حفظ تمامیت ارضی، به خاطر حفظ نوامیس ملی، به خاطر حفظ منافع ملی آماده هستیم که از هر چی افغانستان دفاع بکنیم. درست است. میمانه بله. آخرین صحبت های شما را میخوام در مورد داشته باشم که اگر دوباره جنگ بین پاکستان و افغانستان باشه، با وجودی که اتکای امارت حالا بر ملت افغانستان هست، کشورهای منطقه کدامش کنار افغانستان خواهد بود، کدامش کنار پاکستان؟ ما فکر کنیم که طرفدار پاکستان اصلا وجود نداره غیر از مرزهایی که در داخل قاره آسیا هستند. بی دنیا اگر به خاطر کسب منافع خود یک جنگ برا میندازن، ممکن است به خاطر منزوی کردن پاکستان وجود داشته باشه و ما باز هم خوش نیستیم به اینکه خدا نخواسته جنگ برا انداخته شود. ما خواستار جنگ نیستیم. مردم افغانستان طعم تلخ جنگ چشیدن و با 45 سال با جنگ دست و پنجه را نرم کردن. یک روزی خوب خواهان هستیم، یک همسایگی خوب خواهان هستیم، یک مراودات خوب اقتصادی را خواهان هستیم. و حال منطقه هم به این پی بردن. کشورهای منطقه هم فکر کنیم که پاکستان نخواهد گذاشتن که دست دراز بکنن و امنیت منطقه را مختل بکنن. اونا را زیر فشار خواهد گرفتن و واضح هست که یک نتیجه ملموسی از اونا ما خواهان هستیم. یعنی اگرچه که سابقه طولانی مداخله، نقض تعهدات و سیاست‌های دوگانه پاکستان در حال حاضر به عنوان یک طرف قابل اعتماد در روابط افغانستان دیده نمی شود و برای بازسازی پاکستان باید ما اونا را تشویق بکنیم، به خاطر اینکه اونا باید حاکمیت ملی افغانستان احترام بگذارند و در این راستا کشورهایی که همسوی ما هستند، تمام کشورها با ما هستند و دلایلشان هم زیاد است. شاید برنامه شما گنجایش اونا را نداشته باشد. چه کشورهای آسیای مرکزی است، چه ایران است، چه چین است، چه هندوستان است، حتی قطر و سعودی عربستان و امارات هم خواهان نیستند که در منطقه جنگ باشند. ما کوشش میکنیم که حاکمیت ملی خود احترام بگذاریم و کشورهای دیگر در پالوی خود ایستاد بکنیم. بحث دیگری که وقت تعهد میسپاریم، زمینه آتش بس ما متوقف کردیم به صحبت‌های کشورهای همسایه و ذی‌نفع. پس ما با تعهد خود ایستاده هستیم. اگر جنگ تحمیلی خدا نخواسته برای انداخته می شود، در اون صورت باز ما بالای ما تحمیل شده، ما مبارزه خواهد کردیم با جهانی که 45 سال با افغانستان اندوخته های خود، برنامه های خود تحمیل کرده بودند و حدود 48 کشور تحت چتر ناتو در افغانستان آمده بودند. این مردم افغانستان با ایشان مبارزه کردن، با پاکستان مبارزه کردن میتواند. و دیگر میخواهیم که حسن نیت باید پاکستان نشان بدن در رفتار مهاجران و توقف پروپاگاند علیه افغانستان باید جدی باشند تا که نشود که منطقه مختل و مختلتر شود. به نظرم پاکستان هر چی که صدا بزنن و یک لابیگر جدی را پیدا بکنن فایده نخواهد کردن. ولیکن یک چیزی باید فراموش نکنه مردم افغانستان و کشورهای منطقه که امریکا باز هم میخواهند که به یک نوع سرنخ جای پای خود برای خود پیدا بکنن تا که منافعش از منطقه برچیده نشود. در پشت سر اسرائیل که امریکا ایستاده هستند با انزجار تمام جهان، با شکایتی که تمام جهان از کارکرد اسرائیل دارن. فکر کنیم که در پشت سر پاکستان هم امریکا ایستاده هستند و در یک تاریکی و در یک گودال بزرگ پاکستان خود انداختن که در قدم اول در مقابل اینمی رژیم ملت پاکستان ایستاده خواهد شد و در قدم دوم کشورهای همسایه ما و در قدم سیوم اگر جنگ تحمیل میشه فکر کنیم که در گردن ما هست
و ما در مبارزه باید آمادگی خود داشته باشیم. سپاسگزارتان آقای روح الله اوتک، آگاه و کنشگر سیاسی، بابت حضورتان در بحث و ممنون شما که بیننده بودید. تا فردا شام لحظات بکام.